رفقا، امیدوارم حالتون خوب باشه. من کاپو در نبود شما به 2300 رسوندم با همین ترکیب اصلیمون. جان تریماس که فعلا جواب نیست به خاطر وجود یه سری هیروهای جدید و نرفایی که رو خود جان تریماس انجام شد. فعلا همین ترکیب بچه میزنی. حالا ممکنه فصل بعد مثلا هیروی بربر برلم بکنم تو ترکیب. همش بستگی داره به بالانس فصل بعدی بچه‌ها. الان نمیشه واسش تصمیم گرفت. خلاصه وقت همون نگیریم، بریم سراغ بازی اول. خب دست اول بریم لامبر داره، از انتهای زمین با لامبر هم بازی شروع میکنم. گراویارد ممکنه باشه، جایند اسکلتون هم همینطور. و حتی دریل. دومین فایر اسپریت رو نمیتونه بندازه، برای همین بربرل رو حیفش نکردم. آخ اینجا باید سویچ کنه دیگه، بذارم سویچ کنه بیاد رو تاور اصلی هم بزنه. خب تاور اصلی فعال شد. حدس اون درست بود. جاینت اسکلتونه. بیا 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 جلو، بیا جلو، بیا جلو. مرسی. هر کاری میکنم تا این بیشرف اینقدر جلو نیاد که آخرم اومد. مگامینیونش خیلی رو اعصابه بچه‌ها، هیچ جوره نمیشه جلوشی گرفت که کالکتور رو نزنه. الان میاد مگامینیون. فاک، این چه سمیه. نه چقدر دیر فایروالش انداخت، پشمام. این چه ترکیب سمی بود. نمیشد کارش کرد. خدا وکیلی یک وقتی فایروال رو کرد که من فکر کردم واقعا دیگه لایتینگی چیزی داره. نه کالکتور رو با فایروالش میزد، نه تیر ماسکم که یک مرتبه دیگه انداخته بودم. مچ بعدی با گوس بازی میکنم. یه اکسیت هم از لامبرجک، پس عقلانی تر این حرکت. لامبرجک آماده است. او میروره. میروره آقا، پشمام. بیا بچسبه بابا. خوبه این یکی جون نگرفت. خوبه. این حملش هم دف شد.
چرا کالکتور نمیذاره اگر میروره نمیدونم. برای خودم من سوال. تقریبا به یک شکل دمیج داریم جفتمون. تیر ماسکی یا چی؟ تیر ماسکی که میدونم باید چی کار کنم. اوه بریج اسپم. بیا پایین. آخ. کاش یک رفلکسی رفته بودم این چیزو. گلدن نایتو بنازم اونجا رو باش. هیچ چیزی جلو دارش نیست این داداشم. خوبه همون از کار انداختیم بسمونه. مرسی. بچسب. یه گلدن این راجع یه لامبرجک. تمام. چون اسپل نداشت زدن این واقعا راحت بود و ما ضدش بودیم، یعنی بازی 80-20 بود و نمیبرنم آبروریزی بود. ببینین اسپلش فقط مثل من برله و کلا 3 تا از نیروش فرق داشت. من کالکتور داشتم، تیروماس داشتم و آیس گولم که اون 3 تا کارت دیگه داشت به جای اینا. خوبه جبران باخت قبلی شد، باخت عجیب غریب قبلی که واقعا ترکیبش ندیده بودم تا اینجای سیزن. چه پوکو X5 X7 پرو که من پولشم جور کرده بودم ولی سر یه قضیه‌ای از دست دادم اون پولو شده خدمتتون عرض کنم. آخ نزن دیگه، نچسب دیگه. 50 میلیون شده از 30 تومن 28 تومن من میخواستم بخرمش. 55 میلیون 50 میلیون ایناست. دمیج خوبی زد جفت تا برو، یعنی اونجایی که اون باس بندی دوباره شارژ شد با اون جون کمش کار براش در آورد. لایتینگ یا چی؟ جلاد. راش سنگین از شب. ریج. مرسی. یه رد میده با رج بیفته به تابه. تموم تابه رو گرفتیم. رم رایدر آماده است که بندازه. پشما.
بیفته جونش، بیفته جونش. مرسی، مرسی ابیلیتی، مرسی ابیلیتی. تموم. چسبی به تاور، به چسب ول نمیکنه تا تاور رو بگیره. اینم از این. 2-0. جلاد نداشت، خیلی خوب بود. جلاد ایوو تو این ترکیب میترکونه. هنوز امیدواره، هنوز امیدواره. 3 شدی داداش، ول کن دیگه. تقریبا این دوتا ترکیبی که الان زدمشون تو این دوتا بازی شبیه به همه، یعنی تو یک سبک و سیاقه. او جلاد داشته پشم. با جلادش پلی نداد. کل اون ترکیب جلادته بعد ازش استفاده نمی‌کنی، خب معلومه سه‌ایش میشه. من معمولا این بازی ها رو یکی چی میبرم، اونایی که این ترکیب رو دارن، بازبندی جلاد. اما این داداشون چون جلاد شروع نکرد دیگه 3 شد. و زدن باز این ترکیب با جان ماسک به شدت سخته، یعنی کاملا 50-50. هوک سایکل نباشه دیگه، حوصله‌شو ندارم من. اگه هوک سایکلی بنداز دیگه، تخمی تو. هیچ وقت این ترکیب ضعیف نشد. از روزی که من این بازی رو نصب کردم این بود. بیا اصلا با هوکش بازی نمیکنه. مثلا تو هوک رایدر داری، بندازش دیگه. بچه چرا کالکتور رو اینور گذاشتن که آیس گلم من فایروار بخوره به نظرتون؟ برای اینه که اینور میذاشتم چون دمیج شدم با اون فایرواله بیشتر دمیج میشدم. تموم شد رفت. پس یه آیس گلمو فدا میکنم تا اینجا جفتاورم شبیه به هم باشه دمیجی که خوردن. دهن سرویس. فکر کردم بچست دیگه. مرسی، مرسی لامبرجک. هوک سایکلا تموم. هر لحظه آدم میترسه از انداختن این بیشرفا. بسه بسه. 40 تا زدی، 40 تا زدی، یک گلدن نای تعریفت نشد. مرسی موین، مرسی موین، مرسی موین. تموم. دو طرفه 2-0. ممنون. یه هیل اسپریت کارو در بود از سمت راست. انتظار برد این بازی رو نداشتم ناموسا. پلیر بود طرف. کسی که اول بازی هوک نندازه تو هوک سایکل یعنی پلیره، یعنی با تفکر داره پیش میره. میخواد فقط کالکتور رو بزنه، نمیدونم دف کنه و یهو از هوک رایدرش رونمایی کنه. خب هیل اسپریت گست. خب امیدوارم که جاینت رویال نباشه.
عالیه. من صحبت نکنم بهتره. جون بکن دیگه، جون بکن لامبر. اوه از کجا کشوندش اینو؟ کلی اونورتر بود فیشرش. پشمای آدم میریزه، همش باگ. تو رو خود جاینت رویال دارم بنداز 6 تا اکسی رقم بمون کار برام در بیاد. بریم با گست از راست. اکسیر تموم نمیشه، اکسیر تا صبح داره، تا صبح اکسیر داره بیشرف. دو تا تاور رو ببینیم به کجا رسوندم. اما انقدر دفاعش قویه میتونه همین رو راحت حفظ کنه. دوست دارم من از راست بچه جانتراشو بندازه و تا آفرین مرسی. انا اگه پشت می چیزی بندازه که حرف نداره، نه چون میدونست چیزی از تاورم نمونده دیگه حروم نکرد نیرویی رو پشتش. اپر بالا. آره بزنی تاور رو پشمو. مرسی. این از دومی دیگه عمرم هم به این تاور بدم، غیر ممکنه هم به این تاور بدم. تمام. ناز بود این بازی، خیلی هم ناز بود، فول زده. باز مینی پکا داشتم از این ترکیب بهتر بود، یعنی به جای لامبر مینی پکا خیلی قوی تر بود. اما وقتی لامبر داری جلوی این ترکیب واقعا سخت پلی دادن. بریم یه بازی دیگه هم بزنیم 2400 با هم دیگه فتح کردیم. تازه بازی اولم باختیم. ان شاءالله ویدیو فردا بشه 2500 دیگه. فصلمون دیر شروع شد به خاطر مکس نبودن این لامبر جکمون، برای همین یکم سخته. اوف تموم شد. دیگه اینو نمیشه کارش کرد. اوه اوه چقدر سبکی تو لامصب. بنداز دیگه ایل اسپریتو. تو رو خدا کسی زنگ نزنه به گوشیم. دهن سرویس با این ترکیبه. میذاری بچسبه به تاور این داداشم یا نه؟ ای بابا. خب با چی بازی کنیم الان؟ آماده ای برای اینکه لامبر بالونشو بندازه؟ بیا بیا بده اکسیر بده دیگه، بنداز اکسیر رو بده. چی بگم من، چی بگم من؟
چی شد؟ خوبه بچه فکر کنم بعد با کالکتور دفاع کنم. جونو یه بالا. مرسی لسپیری، تموم شد، این بازی هم بردیم. کامبک فوق‌العاده. مرسی بچه ها، مرسی که تا اینجا ویدیو همراهم بودیم. تقریبا داریم دیگه دیلی رو خوب پیش میریم اگر اتفاق خاصی نیفته. 2431 رنک 1600 2800 فکر کنم. مراقب خودتون باشین تا فردا. خدا نگهدارتون باشه.